شهر بیداره، نور و دیواره، هر کسی نقش پشت یه اشاره. میخندیم اما بازی جدیه، هر قدم امروز یه ماجراجوییه. دست رو میز و چشم به فردا، هیچ کسی اینجا کم نمیاره. با یه لبخند، با یه نقشه، قصه از اول جون میگیره. بگو شروعشه، وقت پروازه، نبض خیابون روی گازه. هر کی اومده حرفی داره، تا آخرش بازی ادامه داره. بزن بریم تا ته شب، کنار همیم یه قدم جلو، دو قدم بالاتر میسازیم امروز فردای باشه کسی که دوست داشتید بکشید. بیلیاردش و اینا شاید جاستین بیبر. چند مرحله سرت تکون نده. خب نمیخوای که راحت باشه دیگه. برم دامنی شهر. یه سردالت زحمت باشه و این که شاید حتی آلبینم تا حدودی صحیح درست. بین ژنو و کدوم روزی بین ژنو و سال 1945 ژنو و پاریس. آره ژنو و پاریس. قبولی بعد شما پاریس خیلی گوشه. من ژنو و لندن، چون لندن میگم پدر باشه. دو نفر دارم. خودت یه راهنمایی میکنی آقا سورم. کدومشون الان قدیمی شه؟ ژنو رو ول کنید. نه چی میگم پاریس پس. خب پاریس کدومشون قدیمی تره گفتم. اینو چیزی بهتون بگم، من این سوالو اصلا خودم طرح کردم. خب فکر می‌کرد بلدی. نه این سوالو خودم طرح کردم، اصلا اشتباه تایپ شده، باید معذرت خواهی کنیم. این جوابش ترکیب بین بروکسل و واشنگتن دی سی. تو واشنگتن دی سی تأسیس شد ناتو و مرکزش تو بروکسل. یه سردالت زحمت باشه چشم. خدمت شما. دست شما در نماز. الان چک می‌کنم بچه‌ها رو تایید می‌کنم. اصلا می‌خواستم. اوکی بریم بعدی. خب بریم سراغ یه ویژگی دیگه. این بار سوال می‌کنیم بعد ویژگی. نظرتون چیه؟ خوبه؟ جون شما رو آقا ویژگی دوم، کسی که دوست داشتید بکشید تو ذهنتون از اون افراد سلبریتی کی میتونه باشه؟ کی دوست داشتید بکشید؟ رئیس جمهور چیز؟ کره شمالی. نه چی؟ نتانیاهو. اسرائیل. اگه برگردیم که خیلی قبل، یعنی خیلی سال پیش، من دوست داشتم قبل اینکه چنگیز خان حمله کنه به ایران که اینجوری غارت کنه. چنگیز خان. محمد تو نظر بچه دوران جوونیم اینا بیلیاردش و اینا شاید حتی جاستین بیبر بود. میخوای بکشی؟ آره. خیلی بد. من واقعا شاید بخوام بگم یه نفر نیست. چند نفره؟ نه بیشتر شاید نه لیست واقعا خیلی لیست خیلی یکی خیلی تو ذهنت. نه واقعا نمیتونم بگم یه نفر شخص خاصی، ولی میتونم بگم یه ایدئولوژی خیلی بدی از بین میبردم که شامل خیلی هم شد. چه ایدئولوژی؟ کسی که LGBT؟ نه بابا کسی که عامل جنگه. واقعا میگم کلی، یعنی هر کی دست داره تو هر اتفاقی. من اتفاقا دستشو میبوسم برعکس دت. تو بگو. من همراه با نظر ایشون هستم دیگه. ترامپ سور خیلی ازش بدم. ترامپ سور. خب باش. لحظه جنگ الان هراسان اومده دیگه واسه ما. این شخصیت A و B ما متاسفانه ضد موزیکن. یکیشون میخواد شیروان عبدالله نریمان محمود رو بکشه، شخصیت A، و شخصیت B هم میخواد ناصر رزازی رو بکشه. چه جالب. خدای جالبه. داد طرز تفکر خیلی متفاوت. شخصیت B خیلی جالبه، ناصر رزازی دیگه. برم دامنی شهر. خب نظر سه کیه؟ من شخصیت B الان برام جالبه. نه من ببین این معمولا از علاقه میاد یه نفر رو باید بکشی. به نظر من کسایی که تو این جمع هستن به موسیقی علاقه دارن به آراس بیشتر میخوره. کسی که زیاد به یه چیزی علاقه داره از همون
زمینه میتونه از یکی متنفر باشه. درست. فکر نکنم به آراز نظر من یه همچین چیزی میخوره به آراز شاید مثلا بیشتر بخوره این خصوصیت و اینکه شاید حتی آروین هم تا حدودی. بریم سوال بعدی. بریم سراغ. جک و جوکر که کمکی نمیکنن، نمیدونم. سوال موسیقی، ببینیم این بار چی برامون گذاشته. اولین دستگاه ضبط و پخش توسط کی و در چه سالی ساخته و در چه دوره‌ای به ایران آمد؟ چند مرحله، یعنی سرت تکون نده. خب نمیخوای که راحت باشه دیگه. توماس ادیسون 1875 ناصرالدین شاه، توماس ادیسون 1877 مظفرالدین شاه قاجار، نیکولاس تسلا 1885 دوره رضا شاه، امیل برلین 1887 دوره محمد علی شاه. گزینه 1 و 2. چطوری میشه نه، 2 سال نیست. 2 سال اختراع بشه یه چیزی؟ بچه‌ها من یه چیزی بگم. دستگاه ضبط رو که 100% ادیسون چیز کرده. ادیسون. آره ادیسون اختراع کرده. رو که مطمئن. ادیسون. آره. ولی خب بین 1 و 2 که بین ناصرالدین شاه و ظفرالدین شاه قاجار. خب نظرتون بگید و در موردش حرف بزنید. من هیچ ایده ای ندارم. اصلا ساختش منم روی هم ادیسونم ولی خب ببینید تسلاش اصلا برلینه. خب این تابلوی دیگه گزینه فکر کنم 1 و 2 باشه. آره دیگه این 2 سال. یعنی تو میگی مطمئنی که آره. ضبط و آره. تو ماسلشون ادیسون. ادیسونه. آره ساختش برای ادیسونه ولی فکر کنم ناصرالدین خدا چیه؟ پرسن من بیشتر روی دوش میباشم. خب آقا برم شما که من توی زمین خیلی چیز داری داری کدومش فکر کنم مظفرالدین شاه باشه. ناصرالدین شاه بیشتر تو جنگ و اینا بوده. حالا نمیدونم ممکنه کدومشون قدیمی ترن من اینو نمیدونم. باقی به سالش من از چیز از این معاصر چیزی بلد نیستم. البته معاصر هم نیست دیگه. قبلا معاصر بودن. گزینه 2 به نظر من. آره. گزینه 2 بیشتر روی دو هم. آره. صحیح درست. همینجوری $100 آقا خدمت شما. دست شما. نه این سومین سواله. این سومین سواله. باشه سومین سوال بود آره. تا $100 گرفتیم. یه $100 پدیده دیگه. خب سوال اول یه چک هم بکنم. نه ببخشید چیز شد. هیچ چیزی نه سوال اول. جانم چک کن چک می‌کنی. نه یکی درسته. آره بابا یکی. بیاید این سوال رو جواب بدیم. من نمیدونستم انقدر هیتلر محبوبه. هیتلر. میدونستی؟ من خودم شخصیت محبوبه برام. خب شخصیت A یا B اینو گفته. فکر کن من میخوام از شما بپرسم، از هر کدومتون میخوام ببینم کی غیر هیتلر. الان بیاید بگیم آقا غیر هیتلر شخصیت آره چه شخصیتی رو به زندگی برمیگردونه. برمیگرده. آره چرچیل که دوباره بکشتمش. دوباره بکنمش. آره یا میشه میرفتم موقع میکشتمش. خب بچه‌ها بگید. بچه‌ها بگید من دارم فکر بگی بروسلی بروسلی آره مارادونا تو چی سیان غیر منم نمیدونم. حالا فکر کنم همون ناصرالدین شاه به نظر من به شخص. تو چیز غیر هیتلر هیچ چیزی نمیتونی بگی؟ نه اصلا. کلا من می‌کنم عاشق چینم عاشق فیلم عاشق سوالایی که ازتون پرسیده شده 3 نفر گفته هیتلر رو برمیگردون. حالا شخصیت ایوبی ما هم بازم گفتن هیتلر رو برمیگردیم به یه مأموریت فقط اینکه یهودی‌ها رو نسل ببخشید بچه‌ها ولی جوکر جک خیلی نامردی ایده تو رو دزدیدن. نه دقیقا گفتن طرفدار کی من گفتم آفرین. خیلی نامردی بخواد نه فکر کنم محبوبه. نمیدونم محبوبه آقا. خب دیگه اینم از ویژگی سوم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال سینما. سینما کار محمده. به ترتیب بیشترین اسکار مربوط به کدام فیلم و بازیگر می باشد؟ فیلم و بازیگر: بن هور، کاترین هپبورن، تایتانیک، جک نیکلسون. 3 ارباب حلقه‌ها: دنزل واشنگتن، گلادیاتور میریل استریپ، آواتار مورگان فریمن. یه بیخیال شید 2 3 و 4 و 5 آقا من یه چی بگم کلا سرتون رو درد نیارید. نه این سوال جوابش گزینه 3 ارباب آره ارباب یا 2 البته یا 3.
اونو من میگم. اون دنزل واشنگتن همون سیاه هست که بازی میکنه. آره آره اکولایزر. بریم فوق‌العاده است. اصلا اصلا داره. بحثی توش نیست. آقا بریم برای اجماع. میکلسون داره سه چهار تا فیلم بریم برای اجماع. و تو میگی 3-4 رو داره، من میگم بیشتری نشو داره. بس. ارباب القاب من اصلا این اسکار رو آره. بریم برای اجماع. بریم. خب از اینجا تو چی هم میگی؟ ببین من واقعیتش روی تایتانیک هم هستم ولی نه تایتانیک البته چیز نگرفتم. گزینه رو بگو. ارباب القاب رو بیشتر. 3 آره من 3 تو هم 3. خب دیگه فکر کنم شما دو تا چی بگید فایده نداشته باشه. غلط. حالا بریم سر کدوم؟ یه کدوم کدوم باشه بزنید؟ فکر کنم. کیو بزنید؟ کنم تایتانیک باشه. تایتانیکو بزن. بنهورم خیلی دوست دارم. تایتانیکو بزن. سب کن رید. سوالا تایتانیکو بزن. مرد. تایتانیکو بزن. تو غلط. بعدی چیو میخوای بزنی؟ آواتار رو بزن. آواتار رو بزن. آواتار رو بزن. نه اون نیست. آواتار نیست. برو رو 5 برو رو 5 بزن روش بابا بزن 5 هم نیست. خب ولش کن. بنهوور. گلادیاتور. گلادیاتور هم بزن. نه بنهوور چیه؟ نه میخوام بنهور. خب بچه‌ها اینجا صبر کنید. الان جواب چیه؟ قطعا خب ببین این بچه‌ها من چهار خیلی رو گزینه. 4 تا اصلا هیچ کدوم دقت نکردم. 4 تا اسکار برده. جک نیکلسون 2 تا برده. دنزل من اصلا ندیدم این سوال اصلا ندیدم. بنور خیلی 1959 چی گفتی؟ خب بعداً ادیتور گفتم بگو. یکو ول کنید 2 و 3 و 4 فکر کنید. آها یکو ول کنید میخوای دیگه قشنگ از خودت برداری حذفش کنید. آره دیگه الان همین گفتم دیگه اونایی که میگیرن آدین هپرون بود یا کاترین هپرون؟ کاترین هپبورن. اگه اشتباه باشه قبول نمی‌کنی. نه اشتباه باشه قبول نکنید آقا. من سرچ خودم کنید. در خدمتم. سرچ کنید. نه گوشی بر نداری فعلا در آخر سرچ کنید. باشه چشم. اما بریم برای ویژگی چهارم. آلفرد نمیاد. آلفرد ضیافت میخواید از طرف کی؟ وایسی نمیدونم. نه برای سوال 5 میاریم. از طرف کی؟ دعوایی بکنم خساری. از طرف کی ضیافت؟ جک. من که میگم جوکر. اگه به حرف من میگوش. جوکر. منم میگم جوکر. باشه. صفحه یعنی به ضرر جک. نه اگر مثل هفته بعد میاد جوکر یه چیزی از طرف جوکر یه چیزی میگه اصلا ربطی به جک نداره اصلا نه چی میگه الان میگه از ضیافت از طرف جوکر باشه یا جک؟ نفهمیدم من میگم جوکر باشه به نفع یعنی به نفع جوکر باشه. یعنی بیاد این سرنخ از جک بگه. با سرنخ هفته بعدم که ربطی به جک نداشت خب دیگه من هفته بعد نمیدونم رو چرا فکر کن از قبل. ولی من بیشتر دوست دارم جوکر رو پیدا. جوکر رو پیدا کنی؟ آره. تو میگی جوکر تو میگی کی؟ من میگم جوکر این میگه جک خب من میگم جوکر. ببین اگه میخوای جوکر رو پیدا پیدا کنی کنم. خب خب باید از طرف جک باشه. خب آره دیگه همین هم سوال آره، دارم. گفتم از طرف جک می‌خوام. آره خب تو چی میگی؟ از طرف من جوکر جوکر 2 نفر جوکر. سه خب از طرف جوکر آقا شرکت خیلی میشه بچه‌ها یعنی رقم بالاتر است. به نظرم بیشتر از 20. اینو چگونه به هر در کاری میکنم که صلح بشه دیگه، جنگ نباشه، کسی کشته نشه. بعد چیکار می‌کردی؟ کشورهای کمونیستی همه رو از نمیبردن کشور یعنی جنگ علیه کشورهای آره 2 6 8 تا نه 8 8 تا 15 14 چه دل صافی داری دست رو میزو چشم فردا هیچ کسی اینجا کم نمیاره با یه لبخند با یه نقشه قصه از اول